با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از هلند. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش های روزگار. دوستان عزیز، ما چند قبل سفری داشتیم، سفری کوتاه مدت به یکی از دولت های زیبا و دیدنی اروپا، دولت هلند یا همان نیدرلندی. و ما یکی از شهرهای این جا دیدن کردیم، سفر کردیم. سفر ما از طریق ماشین صورت گرفت و میخوام که در این برنامه درباره این شهر برای شما هم کمی باشد معلومات بدهیم. این هم باشد شهری زواله. شهر زواله یک شهر است در دولت هلند یا همان نیدرلند. یک شهر است که در دپارتمنت اوورسایل جایگیر شده است. مساحت شهر زواله باشد 119 از 28 کیلومتر کوادراتی یا کیلومتر مربع می باشد و در اینجا تقریبا نفوذ اهالی شهر باشد به 130 تا 150 هزار نفر می رسد. و نگفتن اما در اینجا خیلی هم کارخانه های زیاد کارخانه های صنعتی وجود دارد و تقریبا 4336 کارخانه در این شهر کار و فعالیت می کنند. ساحه نقل و ترانسپورت شهر زواله. زواله یک پیوند راه‌های اتومبیلگرد و راه آهن است. در اینجا دومین عضو راه آهن کلانترین مملکتی هلند پس از شهر اوترخت واقع شده است. از تمام نماد نقلات‌های جمعیتی در اینجا تنها اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها نمایندگی می‌کنند، چون در اینجا اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها خیلی هم زیاد هستند در بین شهر. شهر زواله چندان شهر کلان هم نیست، چندان شهر خرد هم نیست. و جالبی در این است که با شهرهایی که برادر شهر می باشند تنها با دو شهری روسیه برادر شهر هستند. اینها شهرهای کالینینگراد و شهر ولودگای روسیه. دوستان عزیز، این هم بود کمی معلومات درباره شهر زواله و چون چه گفتیم ما سفر نوبتی ما با از طریق ماشین صورت گرفت و بریم با هم این برنامه جالب و دیدنی رو از نزدیک تماشا کنیم و فکر و ملاحظه، درخواست، پیشنهاد هر چی که دارین دوستان عزیز زیر ویدیو با ما کامنتر بنویسین. ما همه اینها رو ان شاء الله میخونیم و جواب میدهیم. و نگفتن امانت به کانال ما سر بزنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود بفرستید و زنگوله دائمی رو برای همیشه فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های دیگری ما نیز گردید و بریم با هم تماشا کنیم این شهر زیبای هلند را. دوستان عزیز، ما در مرکز شهری زواله شهر زواله درآمدیم. انسان خیلی شهر زیبا هم بوده است. شهر زواله. دوستان عزیز، ما چون گفتیم در شهر زواله قرار داریم. همه شهرهای گلند دیگه شهرها چی فرق داره که بسیارتر همه شهرهاش در مابین آب و در چهار طرف ساختمان‌ها آب یا دریاها وجود داره و میره نصیب باشه طرف مرکز. چنانچه گفتیم شهری زواله که از شهرهای بگیم باستانی یا که قدیمه یا چی میگن. دوستان عزیز، در شهر زواله قرار داریم، یکی از کوچه‌های دیگر شهر زواله. این شهر تقریبا 130 تا 150 هزار اهالی داشته است و در این شهر تمام مردم‌های مختلف زندگی میکنند، از قبیل هلندی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها و ترک ها و دیگر مردمی که در اینجا ما مشاهده کردیم و دیدیم. و مسلمان ها هم در این شهر خیلی زیاد هستند، چون در بعضی جاهایی که رفتیم بسیار با چشم خودن هم معلوم بودن و نصیب باشه میریم ما فعلا اگون جا عبادت کردن یا که نان خوردن ببینیم. در اینجا رستوران های ترکی خیلی زیاد هم هست. یکی از رستوران های ترکی میریم نصیب باشه با ما باشید. جاده ها و خیابان های شهرهای
هلند یا گالندیا خیلی هم زیبا هستند. اینجا بینید برده پارکینگ است در پایان در بالا و کوچه های خیلی هم تازه، آزاده، تمیز، زیبا، سبز و دیگر خیلی جای زیبا بود از این شهرک نه شهر زوله. دوستان عزیز چنانچه گفتیم سفرهای ما در شهرهای گالندیا ترانزیتیان یا که یعنی ما از شهر دیگه شهر با میریم و با میگردیم میریم طرف های آلمان و دیگه دولت ها. خب دوستان در این شهر جاهای خیلی زیبا و دیدنی زیاد داشته است. متاسفانه ما همه را دو نوار کشیده نمیتونیم و جاهایی که مثلا در چشم میخوره که در امو چی میگن در راهی ما توغری میگیره که در سمت راهی ما توغری میگیره انشاءالله با نوار میکشیم. خیلی شهر خوب بود است. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در یکی از خیابان ها و کوچه های شهری زوله هلند یا گالندیا یا نیدرلندیا و ما نصیب باشه میریم طرف های یگان رستوران حلال ترکی وقتی ابی تمشید است و میریم طرفی رستوران ها و کوچه ها را بینه خیلی کوچه های تازه و زیبا هم بوده است در شهر زوله. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در یک از کوچه های شهر زوله و چنانچه که میبینه در اینجا سیمبولی تیم فوتبالی ملی هلند در یک از دیوارهای این ساختمان آویزان کرده شده است و چنانچه میدونید در ماه ایون یا که ماه ایون 2024 در دولت آلمان چمپیونات یا قهرمانی عاید به فوتبال 2024 یا یورو 24 برگزار میگردد که این هم یکی از سیمبل یا که یکی از نشانه های تیم ملی هلند در کوچه ها آویزان کرده شده است. دوستان عزیز این هم یکی از پارت ها یا جای های کشتی های شهر زوله که میتونه که دیگه طرف ها یا دیگه شهرها دیگه ناحیه ها از این طریق سفر کنه. ببینید دوستان عزیز این طرف هم دیگه کوچه ها و دیگه ساختمان های زیبای این شهر. دوستان عزیز سرگشت ما در شهرها و ناحیه های هلند یا گالندیا ادامه دارد. ما فعلا قرار داریم در یکی از دیگر کوچه های شهر زوله. این خانه های چرا بینید ساختمان ها را در این مابین دریا اکثرت شهرهای هلند کن همه خیلی چیزا دارن. این رستوران در بالای کشتی و میریم دیگه طرف های شهر. خیلی شهر زیبا بوده است. اینا بینید دوستان در چهار طرفی شهر دریا موجود بوده است یا دریا بیست در چهار طرف شهر. این خالشکر نزن یا بچه این خالشکر مایبه بیچاره رو بی این هم دیگه کوچه خیابان های شهری زوله. دوستان عزیز ساختمان ها را بین خانه های گالندی که در دنیا مشهور هستند در این طرف هست. این راهش بیزی بوده بعد امارتست بسیار داشته میجم باید کامیرا کوچه ها را بینه خیلی کوچه های تنگ کوچه
کوچه های گلنسکی ها، کوچه های هلندی.